الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز قصه بحر شما خبر می دهیم که از دور حضرت موسی علیه السلام است. قصه یک عبرت آموز است برای انسانی که توجه داره، عقل داره، فکر میکند بر این قصه. در دور حضرت موسی علیه السلام میگه یک چوپان بود در کوه بیابانه ها میگشت، سواد علم نداشت، میگه نه که عاشق پروردگار بود، محبت الله داشت. هر وقت که به خانه خود داخل میشید و دست شمه برداشت و میگفت یا الله مهربان کی باشد که مهمانی مشه، ما به تو طعام تیار کنم و جای گرم برای تو تیار کنم تا اینکه در خانه من استراحت کنی، ما خانه را برای تو گرم کنم تا اینکه راحت کنی. همین گونه دعا میکرد. حضرت موسی که به کوچه گذر میکرد آواز این مرد شنید. اون مرد تهدید کرد حضرت موسی که ای بنده خدا، تو جاهل هستی، تو گمراه هستی، مگر نمیدونی که الله منزه است، الله پاک است، الله نمیخوره، الله خواب نمیکنه، چرا این گونه گپ میزنی؟ اون بنده خدا جاهل که بود، بی سواد که بود، بیچاره خاموش دیگه چیزی نگو. حضرت موسی علیه السلام وقتی که از خانه مرد بیرون شد، حضرت جبرائیل پیک الهی حاضر شد، سلام خدا را بر حضرت موسی علیه السلام رسون. گفت خداوند متعال میگه چرا دوستای من میرنجونه، چرا دوستای من تعلیم نمیده؟ گفت آخی خداوند نمیخوره، خداوند خواب نمیکنه. گفت بله ای موسی راست میگوی. نه که حضرت جبرائیل بسیار سخنی یک پندآمیز به حضرت موسی گفت. چی گفت؟ حضرت جبرائیل گفت یا موسی ما درون را بینگریم و حال را، نه بیرون را بینگریم کار را. ای موسی ما درون انسان نگاه مینیم، حال انسان نگاه مینیم، نه بیرون انسان نگاه مینیم، نه کار انسان. از این قصه چی برداشت کردن میتونه انسان با عقل با ایمان؟ برادران اهل اسلام، خواهران عزیز، مقصد از این قصه ایه که هر کاری که هر بندگی میکنیم، روزه‌ای که میگیریم از برای الله بگیریم، نمازی که میخونیم از برای الله بخونیم، نه برای نشون دادن. مسجدی که میریم از برای الله بریم. بعضی برادران مسجد میرن به خاطر آن میرن که میگه پاپشیام پاتینکوها میگه کهنه شده است یا برام دیگه کنم، یا ولاسویدم کهنه شده است برامونم یک ولاسوید نو بدزدم، یا برای دزدی میرن یا برای سخنچینی میرن مسجد. از این قصه ای برمیاد که هر عملی که میکنیم خالص الله از برای الله کنیم. او چوپان بود، بیچاره بی سواد بود، نکی عاشق پروردگار بود، محبوب الله بود. امروز ما نماز میخونیم، روزه میکنیم، نکی همش ریاکاری، صدقه میکنیم برای مردم بینه، برای مردم ما را تعریف کنه. نکی هر کاری که میکنی برادران اهل اسلام از برای الله کنی، خالص الله از برای خدا کنی، نه از برای ریا کردن. هر کاری که از برای الله کردی او را حاصلش نزد پروردگار خود دریاب میکنی. خداوند متعال همه ما و شما را نیت در برابر عملهایی که میکنیم نیت اخلاص خالصانه موفق بگرداند. آمین.